نازلی؟ خیلی ممنونم. ساواش لایق اینا نیست. میدونم، اون دوست منه. بعضی وقتا برای اینکه بتونیم خانواده بمونیم لازمه چیزایی که میدونیم از همدیگه مخفی کنیم. درست نفهمیدم چی میخواین بگین، اما اگه منظورتون اینه که به کسی نگم نگران نباشین، همچین قصدی ندارم. بله لطفاً. حرفایی که نباید میشنیدی و شنیدی. فکر میکنم همینطور شد. در واقع شایدم خوب شد که شنیدی. ساواش و مدیون تو هم. رعنا خانم، ساواش برمیگرده؟ اگه بزرگتر از مجازات چیزی باشه اونم فهمیدن واقعیته. خوش اومدی. پسرم گفتم دوستاتو دعوت کن، نگفتم خونه رو به این وضع یکم دیگه میریم، اصلا حوصله ندارم. تو خوبی؟ آره خوبم، یعنی چیز مهمی نیست. واسه اینکه اینطوری گفتم ناراحت نشدی مگه؟ نه ارتباطی به تو نداره. باشه پسرم، هر جوری که تو دوست داری. من بالام باشه، اگه کاری داشتی خبر بده. باشه. میگم بچه دار بشیم، خونه جدید یه هیجانی داشته باشه. حتما شوخی میکنی؟ وا جدی گفتی؟ عجبا دیوونه. فکر کنم باید بیای دخترتو جمع کنی. سبیله. مشکلی هست؟ آره هالوک هست. میشه منو ببری خونه ی همسر سابقت؟ صدا نکن، میریم الان. باشه تو داری چی کار میکنی ها؟ دزد کوچولو. ماما سلین سری خونه. خانم وایسین، باور کنی اونطوری که فکر میکنی نیست. میتونم توضیح بدم. تو یکی از جلوی چشمای من دور شو. مامان چه خبره؟ فقط پیش هم نشسته بودی. مسئله کنار اون نشستن نیست سلین، مشکل اینه که نمیدونی چی کار میکنی. تو این خونه چی کار داری؟ چه وضعیتی؟ منو ضایع کردی مامان. سلین تو متوجه نیستی خونه کی هستی؟ به من پیغام داده بیا دخترتو از اینجا جمع کن. فکر کردم بخوای این جریانو بدونی. به نظرم بهتره برای هم نقش بازی نکنیم. هر دومون خوب میدونیم جریان چیه. این تصور توه اصلا. سلین خونه. باشه بابا، داریم میریم دیگه. صبر کن سلین، تو هم علی. من پیش مامانم میمونم. سلینو ور میداری یه راست میری خونه، ما هم پشت سرتون میایم. یلا. مجبور نیستم حرف تو رو گوش کنم. خونه. هالوک. علی پسرم، باباتو بیشتر از این عصبانی نکنیم باشه. تو فردا میتونی دوباره برگردی پیش من عزیزم. یلا.
بیا عزیزم. من الان میام. بدون که این کار یه تاوانی داره. باور کن ارزش هر ثانیه شو داشت هالوک. خودتو ناراحت نکن. فردا فراموش میکنی. ممنونم ازت. هم دخلمو میارید هم تسلیم میدین. اما به جرأت میتونم بهت بگم هم تیپت هم شخصیتت عین مامانته. مگه من گفتم کار مامانم درست بوده؟ برو ببینم. پری چیکار میکنی؟ چه خبر اینجا؟ چی شده؟ این دختر بی اجازه وارد خونم شد، میخواست سگمو بدزده. دختر من بدون اجازه حتی یه چوبم از رو زمین بر نمیداره. داداش هالوک میدونی چی کار میکرد؟ حیوانو با داد و بیداد میزد. اگه ول میکردم حیوان بیچاره رو کشته بود. ببین به جای اینکه عذرخواهی کنه هنوز داره داد میزنه. اگه دزدی نکرده بود دستشو میگرفتم بیارمش پیش شما. ایلکر آتش. ها باشه شما برین خونه. هالوک همسایه است بابا. برو تو هم برو خونت. بیشتر از این کشش نده چون خیلی برات بد میشه. داری منو تهدید میکنی؟ من هیچ وقت کسی رو تهدید نمی کنم. دیگه تکرار نشه. قول میدم دیگه تکرار نشه. برو حل شد. فرشته کوچولو، خواهر قشنگم، گریه کن آروم میشی. پری حالا میبینی این خواهر نازری چی کار میکنه با اون آدم؟ اگه گذاشتم سگ دست اون یارو بمونه. خواهر میدونی چطوری به من نگاه کرد؟ مثل اینکه به ناجش نگاه کرد. کاش فیلم میگرفتیم و مدرک داشتیم. به انجمنه و اینا خبر میدیم باشه پری جون؟ میان نجات میدن سگه رو. تو ناراحت نشو. یه دونه من. پری دختر قشنگی مامان گریه نمیکنه. آروم باش عزیزم، آروم باش. به من نگاه کن ببینم. نگاه کن مامانی. آی پاک کن اشکای قشنگ تو عزیزم. آفرین دخترم. حالا برای مامانی تعریف کن.